یه همکار آقا داشتم، هر هفته یه هندزفری عوض میکرد. میگفت جنسا چقدر بد شده، دو تا قطره آب میخوره بهشون سریع خراب میشن. هر روز صبح که میومد چشاش باد کرده بود. میگفت انقدر خوب خوابیدم پف کردم. کلا آدم توداری بود، یعنی راجب شبایی که صبح نمیشد حرفی نمیزد. بعضی وقتا هم با یه شماره خاموش زنگ میزد تا جایی که قطع بشه گوشی رو نگه میداشت. آخرین روزی که ما هم کار میکردیم بهش گفتم انقدر سر چشمات خالی نکن نبودنشو. برگشت گفت فقط دعا کن که برگرده. اصلا تو 40 سالگی، تو 70 سالگی، فقط دعا کن که برگرده. خواستم بگم شما رو به هر کسی که میپرستید، به هر چیزی که میپرستید، نکنید این کارو با هم. خداتون رو خوش نمیاد. نشه یه روزی به خودتون بیاید ببینید کسی رو که دلش از همه پاکتر بوده رو مفاختید. نکنید این کارو. همین.